هستید؟ از کجا میایید؟ مالک ابن زهر هستم از بابل. میتوانید بروید. آنها شما را میشناختن؟ آری که میشناسن. ما سالهاست برای تجارت به مصر سفر میکنیم. مصر سرزمین کهنسال و متمدن است. با شام و کنعان بسیار تفاوت دارد. لباسهای عجیبی داشتن. آری، با این سروند چهره آنها شبیه مار کبرا شده است. اینجا به سرزمین مار معروف است. مصریان معتقدند که یک اژدها مار بزرگ حافظ سرزمین مصر است. ما هم گاو و گوسفند داریم، اما نه این همه. اینها خیلی ثروتمند هستند. همه این احشام و مزارع سرسبز یا متعلق به خدای آمون و معابد مصر هستند یا متعلق به فرمانروای مصر آمون‌هوتپ. همه مردم مصر برای اینها کار میکنن، از خود چیزی ندارن. یعنی خدای مصر گاو و گوسفند داره؟ همه چیز از آن خداست، چه اشکالی داره؟ خداوند همه چیز خلق کرده، اما نه برای خودش. این همه گربه اینجا چه میکنن؟ خدای مردم این شهر گربه است. اینجا معبد شهر میباشد، شهر بسته. مردم اینجا گربه را خیلی دوست دارن. این گونه به من نگاه میکنه؟ من که گربه پرست نیستم. همه خدایان که چون خدای تو بی عیب و بی نظیر نیستن. جناب مالک، خدای مردم این شهر گربه است. غذا هم میخورد. خیلی هم تعجب نکن. خدایان این سرزمین احشام، مراتب و زن و فرزند هم دارند. پس در مصر یکتاپرستی نیست؟ اصلا یکتاپرستی جرم است و شما هیچگاه نه سخنی از یکتاپرستی بگو و نه به خدایان مصر اهانت کن. مردم تحمل نخواهند کرد.
است؟ این بچه نیل است، یکی از شاخه های نیل خیلی بزرگتر و باشکوه‌تر از من. چرا مقدس؟ چون مردم مصر همه چیز خود را از نیل دارند. نیل نبود مصر هم نبود. ابتدای نیل را تا کنون کسی ندید. میگویند تنها خدایان به سرمنشه نیل راه دارند. این رود از جنوب به سوی شمال حرکت میکنند و به مدیترانه میرسند. ما اکنون از شمال به جنوب شهر قدیمی تبس میریم. تبس شهر خدای آمون است. آن سوی نیل دنیای غرب است، دنیای مردگان. آن هرم‌های بزرگ مقبره فراعنه مصر است. اینجا رو ممفیس بود، جایی که نیل به شاخه‌های گوناگون تقسیم میشه. اگر یوسف را به یکی از ثروتمندان مصری بفروشیم، هم یوسف به نعمت و آسایش دست خواهد یافت، اما به سود سرشاری خواهد رسید. ای کاش میشد یوسف را نفروشیم. در نهایت چه؟ ما سوی جنوب می رویم و در سمت راست ما باز هم دنیای مردگان غرب واقع شد. آن کشتی مخصوص حمل اجساد است. در این طرف نیل که ما هستیم شهر باستانی تبس قرار دارد. شهر تبس شهر خدایان مصری است و مقر حکومت آمن‌حتep فرمانروای مصری هم در این شهر است. شهر تبس را شهر خدای آمون هم می‌خوانند. نگاه کن، از دور تبس پیداست. این هم تبس، شهر 100 دروازه. 100 دروازه؟ 10 دروازه بیشتر ندارد. اما مسافرانی که تبس را می‌بینند در بازگشت به بلاد خود از آن به عنوان یک شهر 100 دروازه یاد می‌کنند. ابن زهر هستم از بابل.
چه شده؟ چرا نمیخوابی؟ نگرانم که فرار کنی. تو که هستی؟ چگونه موجودی هستی؟ قبلا پاسخ این سوال را گفتم. یوسف، خدایان من در مقایسه با خدای تو ضعیف و ناتوانند. برای من کمی از خدایت میگویی؟ خدای تو حاضر و ناظر است و همه جا در دسترس. من دیدم که به سهولت با او ارتباط برقرار میکنی. او هم ندای تو را میشنود و دعایت را اجابت میکند. من یقین دارم که تو با دیگر انسان ها متفاوتی. قدرتی در تو هست که تو را بر هر کاری توانا میکند. بر هر کاری که خدایم راضی باشه. این خدای تو کیست که همه جا یاور و پشتیبان توست؟ تو به خوبی را وصف کردی. میخواهم به او ایمان بیاورم. تو به او ایمان داری. نیازی به ایمان مجدد نیست. ایمان دارم. تو خدای مرا حاضر و ناظر خواندی. او را بر هر کاری توانا میدانی. او از نظر تو شنونده هر ندا و پاسخگوی هر دعاست. تو خدایان خود را ضعیف و ناتوان خطاب کردی و این عین ایمان است. یعنی من اکنون چون تو یکتاپرستم؟ تو از شبی که دست قطمی شفا یافت یکتاپرست شده ای. من از سوالهای آن شب تو فهمیدم. تو کیستی؟ چرا حرف نمیزنی؟ به ظاهر برده اما در باطن بر همه ما آقا و سروری. تو را به خدای یگانه بگو. تو سوگند نده که اجازه گفتن ندارم. همانقدر بگویم که همه این حوادث به اراده خداوند است و همون یوسف را برای هدفی مقدس به مصر آورده است. کدام هدف؟ لااقل هدفت را بگو. نمیدانم. در آینده روشن می شود. من نخواهم گذاشت که مالک تو را بفروشد. مانع خواهم شد. خداوند بر همه چیز آگاه است. اگر او مرا بر نمیپسندد من نیز راضیم. بروید و بخوابید و نگران بردگی من نباشید. هنوز هم نمیخوایی نام پدرت را بگویی؟ گفتم که فرزند چاهم. همان چایی که تو را از آن بیرون آوردم. باشد، نگو. در نهایت که خواهم دانست.
بخشنده ترین بخشنده ها، هدیه ای را که به من بخشیدی اکنون کجاست؟ بزرگان هدیه ای را که عطا کردند باز نمی ستانند. یوسفم را به من برگردان، یوسفم را به من برگردان. هر کجا هستی خدا نگهدارت باد. من یقین دارم که تو زنده‌ای. یک بار دیگر از فرزندانمان بپرسید که با یوسف چه کردند. شاید این بار به خطای خود اقرار کنند و حقیقت را بگویند. شما از کجا این همه اطمینان دارید که یوسف نمرده؟ به دو دلیل. پیراهنی که هنوز سالم است و گرگان را ندریده. دوم قلب سلیمی که به من دروغ نمیگوید. بسیار خوب. اگرچه امیدی ندارم اما سوال خواهم کرد. میخواهم آنها به گناه خویش اقرار کرده توبه کنند. شاید خداوند از گناه آنها بگذرد. به چشم خود که ندیدیم، اما اطمینان داریم که گرگ یوسف را خورد. چند بار بگوییم؟ اگر 1000 بار هم بگویید باز هم دروغ گفتید. دلم میخواست هنوز کودک بودید تا زیر ضربات تازیانه کبودتان میکرد. اگر گرگ یوسف را دریده بود چرا پیراهنش را سالم آورد؟ ما هم نمیدانیم. برای ما هم معمایی شده که از آن سر در نمیآوریم. همه تان را نفرین میکنم. شما دروغ میگویید. گرگ یوسف را ندریده. گرگ صفتان او را دریدند. گرگ صفتان. میدانم. باز هم گفتند که یوسف را گرگ دریده. امیدوارم قبل از آن که دیر شود به خود آید.
مالک. او را نفروش. من هم قلبا راضی به فروش او نیستم، اما مگر ندیدی خودش مایل به فروش است؟ قیمت این غلام چند است؟ من برده فروشی نمیدانم، اما همین قدر میدانم که غلامی زیبا و باهوش و باسواد. هنرهای دیگری هم دارد که قیمت او را بالا میبرد. من او را ارزان نمیفروشم. او میتواند خدمتکار خوبی برای معبد باشد و درآینده بسیاری را به عنوان کاهن به معبد جذب کند. سعی کن او را خریداری کنی. با 50 دبن شروع کنم؟ با 50 دبن موافقی؟ قیمت او بیش از این هاست عالی جناب. 100 دبن. بیشتر از اینها میارزد. پیشنهاد بیشتر را چه کسی میدهد؟ برده هایی که کم میخورند و زیاد کار میکنند، همسران مهربان و خوبی هستند. باید به حسن انتخاب جناب پوتیفار تبریک گفت. ایشان بهترین جا را برای خرید برده انتخاب نمودند. خوش آمدید، خوش آمدید. امیدوارم که این برده ها بتوانند موجب رضایت شما از بنده گردند. خوش آمدید. ملاحظه کنید میتواند همچون 2 اسب کار کند. چند است؟ 200 دبن. ملاحظه کنید همچون گوسفند آرام است. 100 دبن بیشتر نمیدهد. عالی جناب، این برده ها بیش از این میارزند. من در امید که کتابی به سخت نبودم و در اصلا سنسان چقدر زیبا و معصوم است. 250 دبن. غمگین مباش یوسف. امروز اینان مشتری تو اند، یک روز تو همه اینان را خریداری خواهی کرد. اینان از من چه میخواهند؟ چرا اینجا جمع شدند؟ زیبایی در وجود همه هست اما عیان نیست. در تو گوهر وجود انسان به نمایش در آمده. اینان اصل و حقیقت یوسف وجود خود را به تماشا ایستادند. اینا چرا خریدار زیبایی من هستند اما به حقیقت زیبایی درون خود توجهی ندارند؟ دیدن زیبایی درون خودشان چشم بصیرت می‌خواهد، اما حقیقتی که در وجود تو تجسم یافته با چشم سر نیز قابل مشاهده است. بصیرت را هر کسی ندارد یوسف، اما بصر را همه دارد. با این وصف من نیز چون خود آنانم. اگر حقیقت زیبایی درون خود را می شناختند این همه مشتاق خریدن من نبودند. اینان نه مشتاق یوسف که ناخواسته مشتاق دیدار با خلیفه خدا هستند. اشتیاق ملائک را برای زیارت آدم شنیده یوسف؟ 250 دبن. 250 دبن. 300 دبن. 300 دبن. 300 دبن. 320 دبن. 380 دبن. 400 دبن. بیش از اینها میارزد. پیشنهاد بیشتر را چه کسی میدهد؟ 50 دبن.
او بسیار قوی است. میتواند به تنهایی یک گاوهان را بکشد. آلی جناب، این رو هم ببر. انتخاب خیلی خوبی داشتیم. 3 برده می شود به 600 دبن. 50 دبن. 50 دبن بیشتر میاد. 55 دبن یک 60 دبن. آلی جان، برده‌های بسیار خوبی هستند. 300 دبن دوباره. بیش از اینها میارزن. 300 دبن. 320 دبن. 1010 دبن. 1020 دبن. 1100 دبن. پوتیفار وارد میدان رقابت شد. حالا چه کنیم؟ نگذارو برنده شود. پوتیفار باید امروز شکست بخورد. 1200 دبن. 1300 دبن. 1300 دبن. کسی بیشتر خریدار نیست؟ هرچند قیمت پیشنهادی برابر با 8 تا 10 برده است، مایبی نیست. سعی کن در رقابت از پوتیفار عقب نمانی. 1500 دبن. 1500 دبن. بیشتر خریدار نبود؟ شرم‌آور است. گویی کالا خرید و فروش میکنند. اگر این کودک را میشناختند دشتی زر سرخ را نیز برای بهای اونا چیز میافتند. 2000 2 برابر. 3000 دبن. 3000 دبن. 3000 دبن. جناب پوتیفار عزیز مصر و فرمانده سپاهیان مصر 3000 دبن را پیشنهاد می‌دهم. جناب پوتیفار 3000 دبن پیشنهاد دادن. چه کسی جرأت رقابت با جناب پوتیفار را دارد؟ مبارک باشد این غلام از آن شما. به شما اطمینان میدهم که غلامی با ادب و کمال و با ثبات خریده اید. بسیار خوشیمن و پرخیر و برکت است. این برده به جناب پوتیفار فروخته شد. حرکت کن.
دردانه یگانه را از کجا آوردید عالی جناب؟ خریدم، آن هم به قیمت گزاف. هرچه پرداخته باشید باز هم کم است. آن ابلهی که چنین گوهری را فروخته باید به غرب فرستاده شود، به دنیای مردگان. همه برده می فروشند که زر و گوهر به دست آورند. این برده فروش نادان چنین گوهری را فروخته که چه به دست آورد؟ شما بزرگوارید، من برده بیش نیستم. به قصر پوتیفار خوش آمدی پسر جان. سپاسگزارم عالی جناب. نیامده دلتنگمان شدیم؟ می توانم علت احضار خود را جویا شوم؟ این هدیه را میپسندی؟ من این کودک را قبلا جایی ندیدم. در عالم خواب یا شاید هم نمیدانم، به هر حال در نظرم آشناست. به سلیقه و انتخاب جناب پوتیفار تبریک باید گفت. بی‌نظیر است. نام تو چیست؟ یوسف. یوسف یا آرامیس یا نامی عبرانی؟ عبرانی هستم. از اهالی کنعان در منطقه شام. شغل آنان شبانی و گوسفندچرانی است. یوسف. نه، من از اسمهایی که متعلق به قبایل بدوی و صحرانشین است خوشم نمی آید. اگر اجازه بفرمایید نامی مصری برای او انتخاب کنید. این کودک هدیه من به توست. او را هرچه میخواهی صدا کن. از خداوندگار خویش بی نهایت سپاسگزارم. اگر اجازه دهید من میخواهم برای یوسف یک نام مصری پیشنهاد کنم. خب، نامی که به یوسف نزدیک است. یوزارسیف. یوزارسیف بد نیست. یوزارسیف نه، زیباست. از این پس تو را یوزارسیف می نامیم. موافقی؟ اگر شما میپسندید من هم موافقم. از شما میخواهم که یوزارسیف را عزیز و نیکو بدارید. شاید برای ما فایده داشته باشد و شاید هم زلیخا او را پسندید و در آینده او را به فرزند خواندگی خود انتخاب کردید. چرا که نه؟ چه کسی بهتر از یوزارسیف؟ دیدی چقدر زیبا بود؟ زیباتر از او رو در تمام عمرم ندیده بودم. یعنی او برده است؟ چهرهش که به برده ها نمیماند. اینجا اتاق توست. میپسندی؟ سپاسگزارم بانو، خیلی زیباست. وسایل استراحت یوزارسیف را فراهم کنید.
پدربزرگوارا، تو را سپاس میگویم که مرا از بردگی نجات داده و آسایش و راحتی را به من عنایت کرده ای. یا یوسف، این گونه خداوند به تو مکنت و جایگاه والا عنایت فرمود. تو را از قعر چاه به اوج عزت و جاه رسانید و تو را علم تعبیر احادیث آموخت که اینک از معبران آگاه تر به علم و زبان ایشانی و از داشتن هر گونه استادی بی نیاز می باشی. سپاسگزارم پروردگار مهربانم، سپاسگزارم. تو زیان کردی مالک. اگر یوسف را به چندین برابر وزنش سیم و زر می‌فروختی باز هم زیان بود، زیانی بزرگ. هیچ معلوم هست چه میگویی؟ گم شدنمان در طوفان را به یاد دارید؟ و آن توقف حیوانات در کنار چاه شور، فکر میکنی برای چه بود؟ برای رسیدن به سود بیشتر تو بود یا نجات یوسف؟ من شیرین شدن آبانچاه را هم از برکت وجود یوسف میدانم. ماجرای سیلی زدن به یوسف و خوش شدن دستم را به یاد دارید؟ آیا با دعای یوسف و لمس کردن او شفا نیافتم؟ جناب مالک، اگر به یاد داشته باشید یوسف مرا هم از مرگ نجات داد. من با دعای یوسف شفا یافتم. آره، با دعای یوسف. به یمن وجود یوسف آن همه سود کردید و این همه زر به دست آوردید. یوسف انسان عادی نبود. اینها همه معجزه است و فقط از انبیاء الهی برمی‌آید. چرا من متوجه نشدم؟ اصلا یوسف که بود؟ چرا از اصل نسبش نگفت؟ نفرین بر تو فلی که عیشمان را منغص کردی. تا کنون گمان میکردم که سود کردم، اما اینک خود را خسران دیده میبینم. وای فلی، من نه یک برده که ظاهرا آزادی از اولیا و شاید انبیاء الهی را فروختم. آن همه ادب در گفتار و بزرگی در رفتارش را چرا ندیدی؟ آن قلب بیکینه و روح چون آینش را چگونه ندیدی؟ من از امروز خدایان پیشین را به دوزخ ریخته خدای او را برگزیدم. من این خسران را جبران خواهم کرد. باید کاری کرد. کجا؟ اکنون که نمی شود کاری کرد. صبر کنید تا صبح. قصر جناب پوتیفار کجاست؟ مستقیم قصر انتهاست.
های اینجا چه میخواهید؟ عالی جناب بوتیفار کار داره. باید از فرمانده رودمان اجازه بگیرید. بیایید بالا. جناب فرمانده، اینان میخواهند عالی جناب بوتیفار را ببینند. با عزیز مصر جناب بوتیفار چه کاری دارید؟ یک برده به او فروخته ایم. بگویید مالک قبلی برده‌ای که دیروز خریداری کرده اید آمده. پرسیدم چه کاری دارید؟ مقداری سکه اضافه از او گرفته ایم. فقط هم به خود او میده. باشید منتظر. چه شده رودامون؟ تاجری که دیروز به شما برده فروخته تقاضای ملاقات دارد. ظاهرا خوشحال نیستی ابرانی؟ از اینجا بودنم خوشحالم، اما از برده بودنم نه. رفتار ما با تو همانند برده هاست؟ رفتار شما شایسته بزرگی شماست. به احساس من ناشی از بردگی من. آفرین، پاسخی حساب شده و بجا بود. من به او امیدوارم عالی جناب. او خواندن و نوشتن هم میداند. با این وصف همه چیزش خوب است مگر زبانش که باید قدری کوتاه شود. بانو اطمینان داشته باشند که زبان بیهودگویی ندارم و بی اذن جناب بوتیفار و ایشان سخنی نخواهم گفت. آفرین، اینطور بهتر است. تو اهل کجایی؟ نام پدر مادرت چیست؟ برای شما چه فرقی می کند بانو؟ بیابانگردی و پیشینه گوسفند چرانی که گفتن ندارن. کسی از شما نظر خواست؟ ولی چهره یوزارسیف نشان از بزرگی و تبار نیک او دارد. چه شده تاجر؟ نکند پشیمان شده ای؟ آری نه پیش از آن که علت حضورم را عرض کنم اجازه میخواهم دقایقی را با یوسف خلوت کرده و برای آخرین بار ودا کنم. میفهمم. بودن با یوزارسیف تعلق خاطر ایجاد میکند. آنها را به تالار مجاور راهنمایی کن. میبینیم دل کندن از یوزارسیف برایش مشکل است. من آمدم تا نام و نشان تو را بپرسم و تا نگویی باز نخواهم گشت. گفتم که من فرزند نه، این را قبلا شنیدم. تو را به خدای یگانه سوگند نام و نشانت را بگو و مرا راحت کن. باید در محضر خداوند عهد کنی
از آنچه میگویم با کسی سخن نگویی. عهد میبندم و به خدای ابراهیم سوگند میخورم. من یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم هستم. ای وای، وای بر من. ما پسر عمو هستی. تو از نوادگان اسحاق و من از نوادگان اسماعیل ذبیح الله هستم. خدا مرا نبخشه. این چه کاری بود که کردم؟ چرا تو را فروختم؟ من میدانستم ما پسرمو هستیم و اصلا از فروش خود گله من نیستم. من باید به مصر می آمدم و فروخته می شدم. این حوادث اراده خداوند و مقدمه یک واقعه بزرگی است. باید حدس می زدم که با آن همه معجزه تو یک انسان معمولی نیستی. تو یک پیامبری. وای بر من که پیامبری را به بردگی فروختم. این ننگ را کجا برم؟ آرام باشید، برخیزید. گفتم که این حادثه باید رخ میداد. من برای انجام رسالت خویش باید به مصر می آمدم. تو فقط وسیله خیر شدی. من از تو سپاسگزارم. این خطا رو جبران میکنم. بیا، این سند بردگی توست که صاحبانت امضا کردن. آن را پنهان کن. شما هم اینجا بمانید. نمیخواهم شاهد بحث و گفتگوی ما باشید.